سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. من امروز داشتم یه کتابی رو میخوندم به نام جاناتان دریایی. یه جای این کتاب یه جمله قشنگ نوشته بود که من خیلی خوشم اومد. گفتم بیام به شما هم بگم، برای شما هم بخونم و بازش کنم. تو واقعا آزاد هستی وقتی یاد بگیری ترسهایت را رها کنی. یعنی فوق‌العاده جمله قشنگی بود. میخوام برات بازش کنم، پس قشنگ گوش کن. خب بچه ها، بریم معنی جمله رو بگم. جاناتا تو کتابش اومده یه جمله طلایی گفته. جمله طلایی چیه؟ اینکه آزادی اون جایی نیست که بهش میرسی. آزادی یه لحظه است. لحظه‌ای که تو ترس‌ها رو کنار میذاری، مثل قضاوت شدن، ترس از قضاوت شدن، ترس از شکست خوردن، ترس از اینکه کافی نیستی. جاناتا مرغ دریایی میگه تو زمانی ترس تو رد کنی، کنار بذاری، تازه پرواز واقعی شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی موفقیت، پول، رشد زمانی میاد که تو ترساتو رها کنی. تو اول باید ذهنتو درست کنی، بعد زندگیتو.